گلی را که میبینید اسمش گل زرد یا گل گیج هست که هم خوراکیه هم خواص درمانی داره و یک بستر بسیار زیبا برای تولید عسل برای زنبورهای عسله و همچنین میتونید باش دمنوش درست بکنید. یک قاشق گل خشک رو بندازید روی آب جوش و بذارید 15 دقیقه دم بکشه. با عسل بخورید و نوش جان کنید و آروم آروم روی اعصابتون تأثیر میذاره. همچنین ضد سرفه، ضد التهاب، آرام بخش و تقویت کننده قلبه و در ضمن میتونید یک ویتامین C طبیعی داشته باشید. گل‌های تازه رو بشورید، با شکر و آب بجوشونید، چند قطره آب لیمو بریزید و توی شیشه بریزید. یک مربای خوش رنگ و خوش لعاب داری و همچنین یک صبحانه مقوی داری. میخوای یک صورت شفاف، روشن و ضد جوش داشته باشی؟ گل‌های تازه نسترن رو بکوبید، با کمی ماست یا عسل ترکیب کنید و 15 دقیقه بگذارید روی پوستتون بمونه. ببین چه پوستی رو بهت میده. و البته اینم بگم از انبورهایی که از این گیاه تغذیه میکنن عسلشون فوق‌العاده مقویه. گل گیج رو بیشتر شما میتونید توی کوههای غرب ایران مثل همدان، کردستان، لرستان، ملایر، سامن و روستاهای اطراف اون ببینید. اگه دیدیش یه عکس بگیر یا بهتره بگم یک شیشه مربا درست کن یا خشکش کن و یک دمنوش خوشمزه میل کن. راستی ماسک صورت ازش یادت نره. صفحه‌مو دنبال کن تا چیزهای قشنگتر و بهتری رو ببینی. اگر همین گل رو دیدی و استفاده کردی برام کامنت کن.